در کتاب التقاط الدرر و اقتطاف الثمر برای یک بار صلوات 40 فایده بیان شده. برای یک بار صلوات 40 فایده. لطف خدا رو نگاه بکن و ارزش این کسی که من و تو منسوبیم به اون، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. ارزش و قیمتش نزد رب العزت و الجلال که در مقابل یک بار صلوات و درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند 40 فایده میده. یک فایدهش هر کسی یک بار درود بفرسته خداوند در مقابلش 10 بار درود میفرسته بر اون. سبحان الله. ان الله و ملائکته، خوب دقت بکنید، خداوند و کل فرشتگانش یصلون علی النبی. بعد گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه سلموا تسلیما. اول خودش شروع کرده، بعد کل فرشتگانش، بعد از مؤمنین خواسته که همگام باشن با رب العزت و الجلال و با فرشتگانش. اجماعاً یک صلوات محمدی غرا ختم بفرمایید. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اللهم صل علی سیدنا و نبینا. بخیل کسی است از امت من که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. وصف بخیل بودن رو دوست دارید؟ اگه دوست ندارید صلوات محمدی غرا بفرستید. اللهم صل علی سیدنا. چه احساس نزدیکی میشه وقتی درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم بفرستید. چه احساسی، چه حس خوبی به دست میده، چه احساس قربی حاصل میشه. احساس میکنی که منقطع نیستید، وصلید بهش.